اینجا موزه ناپرتسکوو در قلب پراگ، جایی که حالا شاهد نمایش آثار باستانی افغانستانه. آثار باستانی از دوره بودایی ها. بودایی ها امروز در افغانستان نیستند، اما آثار باستانی اونها از دل خاک ها به وسیله باستانشناسان جمهوری چک با همکاری دولت افغانستان بیرون کشیده شده و به اینجا آورده شده تا در معرض دید علاقمندان به آثار باستانی این کشور قرار بگیره. در نمایشگاه گنجینه‌های نجات یافته بوداییگری در افغانستان، آثار مربوط به بوداییان افغان بین قرون اول تا نهم میلادی از دل کاوش‌های باستانشناسی در منطقه مس عینک که دومین مخزن مس در جهان به شمار می‌رود بیرون آمده است. جواهرات گرانبها، مجسمه‌های سفالی و سنگی از بودا در حالت‌های مختلفی از سلوک او، به ویژه در حال نشسته، بشقاب‌های سرامیکی و سکه‌های نقره و طلا که بسیاری از آنها برای اولین بار است که در معرض دید جهانیان قرار می‌گیرند. این آثار از کابل به شهر ترزین انتقال پیدا کردند و پس از مرمت توسط گروهی از باستانشناسان جمهوری چک برای نمایش به پراگ انتقال داده شدند. یک همکارم که در انستیتوت باستانشناسی جمهوری چک کار میکند در افغانستان بود و در ساحه مس عینک کار کرد و از جمله همین فکر شروع شد که ما میتوانیم در جمهوری چک نمایش هنر بودایی افغانستان نشان بدهیم و برای همین صحبت کردیم با موزیم ملی افغانستان که این نمایش می شود در جمهوری چک در موزیم ناپرستک. در میان آثار بجامانده از بوداییان افغانستان که بار اصلی نمایشگاه را به دوش می‌کشند، آثاری از دوران ساسانیان و کوشانیان نیز دیده می‌شود. نمایشگاه از بخش‌های مختلفی تشکیل شده و آموزه‌هایی درباره دوران پیش از اسلام در افغانستان و گروه‌های قومی حاضر در آن عصر در این کشور را در بر می‌گیرد. این دوتا کتیبا از دوره کوشانیان هستند و یکی از ساحه سرخ قاتل، دیگر از بامیان و این فقط پارچه است از یک متن کلان، یک کتیبه کلان از دوره شاه کنیشکا و اون متن می نویسد درباره ساختن قلعه در ساحه سرخ قاتل در دوام شاه کنیشکا. این متن دیگر هم به زبان باختری است یا زبان بلخی است و این متن می نویسد درباره آمدن تازی ها یعنی عرب ها به سرزمین افغانستان و نزد شهر بامیان حاضره. باستانشناسان جمهوری چک از حدود 5 سال پیش به این سو با دولت افغانستان برای کاوش‌های باستانشناسی در منطقه مس عینک در ولایت لوگر در نزدیکی کابل پایتخت این کشور همکاری داشتند. اهمیت فوق‌العاده 30 نقطه می داشته باشد برای افغانستان. یک مسئله مهم و اساسی موجودیت چنین آثاری که از دوره کوشانی ها و بوداییسم است. مسئله دوم معدن مس عینک یکی از معادن افغانستان است که در دنیا بی‌نظیر است، یعنی به سطح دنیا معادن دوم می باشه. مسئله سوم رای ابریشم از همین مسیر عبور میکردن. اون چیزی که برای ما جالبه این که به هر حال کشور همسایه شما ایران، کشورهای دیگه‌ای هم هستن، تا چه اندازه همکاری هایی روی همین حوزه باستانشناسی با کشورهای همسایه‌تون داری نظیر ایران؟ آنچه که ارتباط میگیره با داشته‌های فرهنگی مربوط به حوزه یا کشور مشخص، تا جایی که به شما بهتر معلوم است و معلومات هم دارین که اکثر این آثارها بستگی به تمام جهان داره، میراث فرهنگی جهان است و توقع ما میست که همه دنیا با ما همکاری کنه در حفظ و نگهداشتی این آثار. کشور دوست ایران هم در عرصه آرشیو ملی افغانستان، در عرصه کتابخانه ملی افغانستان در این بخشا کمک کرده، همکاری دوامدار کرده است، ولی مشخص در مس عینک چیزی وجود نداره تفصیل.
نمایشگاه گنجینه‌های نجات یافته بوداییگری در افغانستان از بهمن ماه تا بهار سال 1395 خورشیدی در پراگ ادامه خواهد داشت.